سلام بچه‌ها، به قسمت سوم از تمرینات این هفتهمون خوش اومدین. میدونید که من عطیه هستم، مربی آمادگی جسمانی و میخوایم با هم یه تمرین خیلی خفن داشته باشیم. بریم شروع کنیم. بریم با یه گرم کردن ساده کارو شروع کنیم. برو شروع کن. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. عالیه. دستا رو بکش تو گوشه ها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا جفت دستا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالیه. با دستات دایره بزن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بی‌نظیره. بیا جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بکش تو خط سینه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالیه. بریم سراغ گرم کردن قسمت پایین تنه. دونه دونه پاها رو بکش توی شکم. عالیه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 و 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالیه. درجا بزن. نفس بگیر. دستا ببر به سمت بالا. بعد از گرم کردن حرکت اولمون اینچ‌بار. بریم با هم شروع کنیم. یادتون باشه اینچ‌بار از لگن خم میشن، زانوها خمه. با دستام قدم میزنم به سمت جلو، میرم تو حالت پلانک و مجدد برمیگردم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 تایی دیگه باقی مونده. 9 و آخرین تکرار. 10 و تمام. بی معطلی بریم سراغ حرکت دوم. پاها بیشتر از عرض لگن بازه، پنجه های پام به سمت بیرون و میشینم روی اسکوات. 1 2 3 4 5. عالیه. 6 7 8 9 10. 2 تای دیگه. 1 2 و تمام. پاها رو جمع.
حرکت سوم اون حرکت اسلم یا تبرزن. پاها بیشتر از عرض لگن بازه. فرض میکنم یه تبر تو دستم و تبر رو پشت سرم نگه میدارم و محکم روی زمین میزنمش. 1 2 3 با تمام قدرت. 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا دیگه. آخرین تکرار و تمام. استراحت کنید. حرکت ساید لانج. پا رو بازش میکنم، میشینم، با تنم به سمت عقب میکشم و برگردم. 1 2 این زانون به هیچ عنوان خم نمیشه. 3 4 5 6 7 8 9 10. بریم سمت مخالف. 1 2 شما یه جایی بایستین لیز نخورید. 3 4 5 عالیه. 6 7 8 9 و آخریش 10. تمام و استراحت. حرکت بعدمون حرکت ترسین لانچه. میستم، پای راست، کشیده پشت پای چپ و تو حالت لانچ میشینم و برمیگردم. این حرکت. 1 2 3 4 5. اگر زانو درد داری خیلی کوتاه بشین. 6 7 عالیه. 8 9 و آخریش 10. استراحت کن. من سراغ پای مخالفم. آماده ای؟ برو شروع کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و آخرین تکرار 10. عالیه. استراحت. برای این حرکت اگر چوب و دست داشتی چوب رو میذارم پشت کتفم و به سمت پایین خم. اگر چوبتون مثل من کوتاه بود چوب رو میتونید کنار بذارید، دستا رو به شکل ضرب روی سینه قرار بدید و با سن رو تیز به سمت عقب بکشید. آروم میرم پایین و برمیگردم. 1 2 پشت پام یک کشش خوبی رو احساس میکنم. 3 4 وقتی خم میشم بدنم موازی با زمین. 5 عوض نمی کنم. 6 7 8 عالیه. 9 10 و تمام. استراحت کنید. بریم سراغ این حرکت جذاب. اول ابتدا پاهام اندازه عرض لگنمه، همزمان اسکوات میشینم برمیگردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و تمام. بریم سراغ حرکت شکمم. روی کمرم میخوابم. اولی استراحت کمرم میدم.
کشگیر کلیپ هرچی دارم باز میکنم. حالا میخوایم حرکت هیل تاچ رو با هم بزنیم. دستم تک تک میخوره به قوزک پام. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادامه بده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 و تمام. استراحت کن. حرکت دوممون حرکت سیت-آپ یا همون دراز نشسته. اگر نمیتونی حرکت رو تو دامن کامل انجام بدی، پس در شکم هم بیای بالا کافیه. بریم با هم شروع کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 و تمام. بریم سراغ حرکت هال و هول. میرم تو حالت کف لگن میشینم، پاهام 90 درجه و تو همین حالت نگه میدارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب بریم سراغ آخرین حرکتمون، حرکت دوست داشتنی من، حرکت پلانک. میرم تو حالت پلانک، سایه دار اینجامو روی زمین میذارم، پای چپ کشیده، پای راست و بدن رو مثل خطکش محکم نگه میدارم. ورزشکار عزیزم، خدا قوت. این قسمت از همراهی ما به پایان رسید. امیدوارم که لذت کافی رو از تمرین‌ها برده باشید. شما میتونید بسته به توانتون ویدیو رو 2 بار یا 3 بار پلی کنید و هر حرکت 3 بار انجام بدید. ولی یادتون باشه قسمت‌های شکم رو مثل کلاس حضوری 3 مرتبه انجام بدید، یعنی بشه 3 راند 10 تایی از هر حرکت. بریم سر کنیم و مرسی که همراه من بودیم. پا بیشتر از عرض لگن بازه، سایه دار انجام میذارم روی 4 سر، دستم رو میکشم، برمیگردم وسط سمت مخالف. یه بار دیگه. دم و بازدم یادت نره. عالیه. خوبه. برگرد وسط، پاها رو 7 تا 8 جمعشون کن. پای راست و پاشنشو بذار روی زمین، پنجه به سمت صورتت، پا صاف باشه کاملا. ضربه بزن. عالی. برگردون، جای پا رو عوض کن. پای مخالفم خمه، پای چپم صاف و کشیده است. بیا وسط، دستا رو قلاب و بکش به سمت سقف، برو روی پنجه پات. دم بگیر، بازدم، برو سمت راست، وسط، سمت چپ. دستا رو بکش تو خط شونه، پا اندازه عرض لگن یکم بیشتر بازه، با دستا دایره بزن. عالیه. برگردون. خوبه. برو به سمت زمین، دستا شل آویزون، از روی هم زد در رد میشن. خوبه. بیا بالا، دم بگیر، بازدم. یه بار دیگه. عالی. دستا رو بکش تو خط شونه، خودتو بغل کن، چشماتو ببند، از خودت تشکر کن. امروز وقت گذاشتی، تمرین کردی. همونطور که چشمات بسته است، جای بغلتو عوض کن. به خودت بگو که عاشقتم. با هر تیپ و قیافه و هیکلی که باشی، با هر خطا اشتباهی که کرده باشی، برات بهترین رو انجام میدم. چشما رو باز کنین، لبخند بزنین و شاداب باشین.